صبر کن بینم کی این داستان رو انداخت؟ هنوز توسن رو نشناختیم. راهنمودهای مقام معظم رهبری، تدبیر ایشون راه را برای حضور و حماسه باز کرد و تسهیل کرد و تمهید کرد. بر پدر تو و اون تمهید مقام معظمت ما فکر کردیم کار اون یارو فتوشاپی کوبلره. نگو که خود اوساوزما وارد شده و با جعل عکس خاندایی ما واسه حماسش اعتبار جعل کرده. من یکی کوتاه نمیام، گفتن خر، ولی دیگه نه اینقدر. البته یه نظریه دومی هم میگن هست. این نظریه دوم که نظریه است که اخیراً مطرح شده. اشغال بابا، برو تلفن خونه بده برات شماره بگیرن. نظریه پردازی پیشکشت. شیخ فرید خودت بزن تو دنده و یه منمی بزن. من خود یک طلبه ام و به یافته ها و داشته های طلبگی خود افتخار میکنم. بابا خیلی مارمولکی ها. نگاه کردی به پا منبریا، دیدی مزرعه چغنده رو کلمه زدی تو خط طلبه. ناکس شب که میشه عمامه رو میزنی تو داشبورد و میری تو خط اصلاح. باشه خب حریم خصوصیه، به ما دخلی نداره، ادامه بده. در سایه و پرتو حماسه سیاسی سرنوشت سازی که مد نظر مقام معظم رهبری بود، برای من مایه مباهات و افتخار از یک سو. برو سوی دوم. فکر کن تو سالن این کلم پیچا نیستن. خطر اون زمانی است که خدای ناکرده یک گروه خود را مساوی ولایت فقیه بداند. خب دیگه چی؟ کفتر دو برجه که میگن تویی. اول طلبه و مقام معظم و اینا، حالا فک ایشونو داری مالش میدی؟ خیلی نسناسی ها. یه دنده عقب بیا تو بغل عظما. باید از راهی که مقام معظم رهبری پیش پای ما گذاشتند بهره ببریم. خب حالا برو زیر بال اکبر کوسه و بپر رو برج دوم. سیخ و برو واسه آسیدعلی. در یک جامعه آزاد و بزرگ نمیتوان یک سلیقه را حاکم کرد. حقا که دوم به اون کوسه 7 خطی ها. خاندایی ما میگه توسن مبادا به ریش عنابی و فر اولاغی شیخ فری نگاه کنی. اون با عظما و کوسه از یه آخر جو خورده. شیخ تو بگو اینا از دم چجورایی هستن؟ یک عده مال مردم خوره، حقه‌باز، شیطون، دروغگو، پلید دامن، پلید چشم، ظالم، ستمگر، جبار. ایوان به قول خاندایی ما شغال بیشه مازندران رو نگیرد جز سگ مازندرانی. خوب اینا رو معرفی کردی ها. شیخ فرید تو بزن کنار با اون فس فس حرف زدنت. خب شیخ میسکون وضعیت مملکت الان چجوره؟ از لحاظ به هم ریختگی الان هم داره به هم ریختگیش بیشتر میشه. هر روز که جلو میرید به هم ریخته تر میشه. هیچ دولتی در تاریخ ایران با مشکلاتی که این دولت با او روبرو هست روبرو نبوده است. یعنی اوضاع بیخدارتر از این حرف هست که با تو و اون قفل و کلید بازی جون به در ببرید. پس دیگه به قول خاندایی ما جلو خرج و پاک نکن وگرنه فیس بنفش تو جفتک نشون میکنم. شیخ میسکون تو دم آخری بگو اوضاع نظام چطوره که باز مشنگی تو یه حالی به برو بچ میده. الان زمین پر از ظلم و جوره که ما اینقدر به قول ما باید بچزید، بگرید، بنالید، بزارید تا امام زمان بیاد. اون وقت منم و عظما و یه ست کامل جفتک طلایی زیر چش و چال ولایت.